بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و درهبات فولین دیوانی براس و گوهاران. امیدواریم که شمی حال وش باته. مروچ آتکک یاران شهر بازار تگو مردم گپ و ترانکنی. مروچ لوچین درباره بازی‌های بومی محلی بلوچی خبر کنین. گما رو همراه بید. سلام جناب، شمی حال احوال خوبه؟ سلام، شکر الحمدلله. کار و کاسبی چطوره؟ خدا را شکر الحمدلله خوبه. ما مروچ این درباره بازی‌ها بلوچی صحبت کنیم. یا چند تا بازی داری به ما معرفی کنی؟ بازی‌های بلوچی بازی‌های محلی مثل هفت سنگ، توشله بازی و سچی و کپک. سلام واجد، شمی حال برابره؟ سلام، مرسی، ممنون. انشالله شما هم وش رو تیار بیه. ما طرف پایگاه اطلاع رسانی معیارجل هستیم. معیارجل که درسته کنی؟ حتما و پیگیر تمام اخباری هستیم. سپاس شما. ما مروچ لوچین درباره بازی‌های محلی که قدیم به جا مانده صحبت کنی. آیا چند تا بازی به ما نام برید؟ بازیان قدیمی یکی همه تیل بازی، لیله، کپک، اشان حضور ذهن هستیم فعلا. بعد چونی توضیح بده که مثلا یک بازی مورد علاقه و چون که بازی کو؟ بس که زمان گذشته تمام چی یادون رفته و فقط لیله یادونه که الان هم هست مروت بازیه که ما فروشگاه هستن و بهایی کنه. فقط لیله بازی. بعد به نظر این بازی چه تاثیر تو زندگی ما داره؟ والا الان که تمام چیز به سمت سوی بازیایی که ته موبایل این تو بالاخره قول معروف اینترنتی ها یهته و به نظر من بهتر همایی ما شما پدا برگردیم به همه بازی‌های قبلی و سعی بکنیم تو چوکان کودکان موبایل که شاید باعث مشغولیت ذهنش ببیتن دور بکنه موبایل و بازی‌های موبایلی و اینترنتی به سمت سوی همه بازیان قدیمی برون. سلام حاجی، شمی حال باشه؟ سلامت به بابا، خیلی ممنون، خوش آمدی. ممنونه. ما مروچی احتاجیم درباره بازی‌های قدیمی بلوچی که شیادان شوتاگن خبر کنی. بازی داری که به ما معرفی کنی؟ بازی که مشمیر رسمی و سنتی شکر بازند. اگه توانین زندگیش کنین و بازیابش کنین و به فرهنگ و مشمیر جامعه تزریقش کنین، بازی‌های بلوچی بازند. کشتی هستد، کچگیری هستد، کپکی هستد، یعنی یه شستار شگی سریع پای جستند. تناب کشی هستد، بعد همه کپک دستان شبست همدیگرش هل داد و یک ریسمانیش هر کشار ریسمان بگذی آب برنده بود، هر که کپت آی صوت. اینو بازی های بلوچی رسمی میشید منطقه تا بازه. ما هنو حضور ذهن بازی نداره، همین تعداد اندکی که ذهن تا هستد ما به شما بازگو کنه. اگر پیگیری بید و از ریش سفیدان و منطقه بومی محلی مردمان پرسجو کنی همه چیز میشوی چی بی زنده بی تو و باز میشوی جامعه تو ایشان زنده دارند. بعد شما گشتر کجا بازی دوست داری؟ ما بازی های گشتر که آز زمان ما بازی کرد چون امکاناتی امروزی در منطقه نهد ما یه سنگی رهشت یا سنگ آدمی نشت نامی لپرد ما بیشتر یشرت دوست داشت سنگ لپرش کرد. اینو امروزه الحمدلله هم جایگاه هم بازند برای تفریح و بازیان یاز کنکتر چون استادیوم هستن، کشتی های خانگی هستن، جای فرنگی بازه. اما اگر کسی دلسوزانه پدرانه مسئولین شان بپردازن و شان زنده کنند انشالله شیپا برگردی و رواج گیرد. سلام جناب، شما حال چونه؟ خدا را شکر سلامت، حال شما خوبه؟ ممنون. چند تا بازی‌های بلوچی که تگوندی که انجام داده به ما نام برید؟ بازی زیاد که انجام داده، قله بازی بوده، کبک بازی بوده، دیگه هفت سنگ بوده، بازی زیاد بوده. بعد اگه بلوچی بازی هم برگردن به جامعه با چی بکنی؟ باید شانه میشه زاگان گواندینن شانه یادآوری بکنه، توی اینا جوز کنه که دیگه متاسفانه این اکثر مردم روی آرته به فضای مجازی و گوشی و اینترنت و شان دیگه یا قدیمی این بازی شبه شدگان تو باشن دوباره یادآوری کنه به گوهرنه زاگان و توی اینا جوز کنه. منتظریم که وقتی وقت در اختیار ما هسته و ممنون شما دنبال کنندگان پایگاه اطلاع رسانی معیارجل که تا الان گما رو همراهید. چشما لطفاً که بازیان و تزهگان یاد دهید که ما هم یاد گیرم. اللهی معیارید.